ترکیه مرزهایش را با ارمنستان سال 1993 و بعد آن بست که نیروهای ارمنی در جنگ با آذربایجان ولایت کوهستان قره‌باغ را تصرف کردند. اما بعد بازپس گرفتن قسمی از قلمرو ولایت از ارمنی ها در سال 2020 به گفته تحلیلگران راه برای برقراری مناسبت های ترکیه و ارمنستان هموار شده است. امروز هیچ گونه مانع برای نزدیک شدن ارمنستان و ترکیه نیست. باید در یاد داشته باشیم که ترکیه بعد اشغال این قلمروها در سالهای 1990-93 تصمیم گرفت مرزهایش را بندد. حالا توجیه برای این وجود ندارد. علاوه بر این پیام‌های مثبت از آذربایجان درباره نزدیک شوی ترکیه و ارمنستان میرسد. فرستادگان ترکیه و ارمنستان هفته گذشته در مسکو ملاقات داشتند و هر دو طرف گفتگوها را سازنده خواندند. باز شدن مرزها به هزاران ارمنی که در ترکیه کار میکنند کمکی عظیمی می شود، چون آنها مجبورند با راه پرمشقت با اتوبوس از طریق گرجستان به وطن سفر کنند، ولی تاریخ می تواند مانعی برای برقراری مناسبت ها شود. ارمنستان ترکان عثمانی را به نسل کشی ارمنی ها در زمان جنگ یکم جهانی متهم می کنند. ترکیه آن را نسل کشی نمی داند و می گوید که قتل مردم زیاد به سبب جنگ های داخلی آن زمان بود. بعضی کارشناسان میگویند ارمنستان نمیخواهد آنچه که گذشت مانع همکاری در این زمان شود. این سیاست بدون پیش شرط است، یعنی معتدل کردن رابطه ها نه آشتی. مسئله درباره نسل کشی ارمنی ها نیست، بلکه مسئله ساده دو همسایه است که رابطه های دیپلماتی برقرار نموده مرزهایشان را باز کنند. مصالحه دیرتر بعدی به اعتدال آمدن مناسبت ها میرسد. عادی کردن مناسبت ها می تواند در ترمیم رابطه های آسیب دیده انقره با واشنگتن کمک کند که تلاش های دیپلماتی اخیرا ستایش کرده است. کنگره آمریکا سیاست ترکیه را که با محروم کردن ارمنستان از بازار بزرگ و راههای ترانزیتیش به اقتصاد آن آسیب رسانیده است تنقید می کند، چون این ارمنستان را به روسیه و ایران پایبند کرده است. برخی از تحلیلگران میگویند باز شدن مرز ترکیه و ارمنستان این پایبندی را کم می کند. باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلیات تأثیر بزرگی برای منطقه دارد. تقویت همکاری های بین دو کشور نقش ایران را در تمام منطقه بسیار کم می کند. اعلان آغاز پروازهای مستقیم بین ترکیه و ارمنستان نخستین حاصل تلاش‌های نزدیک شوی است، ولی درگیری هفته گذشته بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان که 3 کشته به جای گذاشت نشان می‌دهد که تهدیدها باقی مانده‌اند.